به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما بینندگان گرامی. در این ویدیو به موضوع جداسازی مخلوط ها به روش تنشینی میپردازم و یک فعالیت عملی را اجرا می نمایم. مواد و وسایل مورد ضرورت این فعالیت عبارتند از روغن، آب، قاشق، میله شوردهنده، ماسه و بیکر. روش تنشینی برای جداسازی مخلوط‌های غیر متجانس به کار می‌روند که بر اساس تفاوت کثافت اجزای تشکیل دهنده مخلوط عمل می‌کند. هرگاه دو ماده که دارای کثافت‌های متفاوت باشند با همدیگر یکجا شوند، این مواد با همدیگر حل نمی‌شود. پس از مدت زمانی دو فاز را تشکیل می‌دهد. ماده‌ای که دارای کثافت بیشتر هست در قسمت تحتانی ظرف قرار میگیرد و ماده‌ای که دارای کثافت کمتر هست در قسمت بالایی ظرف قرار میگیرند که پس از ریختاندن یکی از این دو فازها در ظرف دیگری میتوانیم اجزای مخلوطه بسیار به صورت آسان از همدیگر جدا کنیم. حال میاییم به صورت عملی انجام میدیم. دو بیکر را در نظر گرفتیم. در هر دو بیکر مقداری از آب میریزم. در یک مقدار ماسه میریزم. و در بیکر دیگر مقداری از روغن می اندازم. یعنی که دو مخلوط غیر متجانس جامد در مایع و مایع در مایع آماده کردیم. حال میخواهیم اجزای تشکیل دهنده این مخلوط از همدیگر جدا کنیم. در این بیکر ماسه نسبت به آب دارای کثافت بیشتر هست، بنابراین در قسمت تحتانی بیکر قرار گرفته. آب که دارای کثافت کمتر هست در قسمت بالایی بیکر قرار گرفته. حال آب بسیار به صورت آهسته در یک بیکر دیگر انتقال میدیم. اگر حجم مخلوط شما در یک بیکر زیاد باشه، شما میتونید که یک میله شیشه‌ای را به دهنه بیکر خود این قسمی قرار بدین، با دست خود محکم بگیرین که این میله شیشه‌ای از ریختن سریع اجزای مخلوط شما جلوگیری میکنه. در صورتی که مخلوط شما کم باشه، شما میتونین که بدون میله شیشه‌ای هم در بیکر دیگر بیاندازین. و حال میاییم اجزای این مخلوط که یک مخلوط مایع در مایع است از همدیگر جدا میکنیم. روغن که دارای کثافت کمتر هست نسبت به آب در قسمت بالایی ظرف قرار گرفته. آب که دارای کثافت بیشتر هست نسبت به روغن در قسمت تحتانی بیکر قرار گرفته. حال روغن میگیریم در بیکر دیگر انتقال میدیم. به راحتی تانستیم که اجزای تشکیل دهنده مخلوط های غیر متجانس مایع در مایع و همچنین جامد در مایع به روش تنشینی از همدیگر جدا کنیم. امیدوارم که این فعالیت برایتان مفید واقع شود. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشید. تا اجرای فعالیت بعدی خداوند یار و نگهدارتان.